سلام، عرض ادب و احترام خدمت همگی. با یه قسمت از آموزش‌های آمارس در خدمتتون هستیم. موضوع آموزش امروز راجع به آمار توصیفیه. البته قبل از اون یه سری مطالب مقدماتی رو باید بگم که شامل تعریف آمار توصیفی و استنباطی و اینکه مفهوم جامع و نمونه چیه. و خود رشته آمار زیر شاخه رشته ریاضیاته که به داده ها میپردازه و حالا این داده هایی که قراره ما بهش بپردازیم و یه نتیجه‌ای بگیریم. یعنی الکی با داده ها کار نداره. این داده ها برای پژوهش لازم هستن، در نتیجه ما باید با استفاده از یه سری پردازشایی که همین آمار به ما امکانشو میده روی اون داده ها به نتایجی برسیم. آمار توصیفی و آمار استنباطی دو شاخه آمار هستن. آمار توصیفی از اسمش هم پیداست، توصیف میکنه. توصیف کردن یعنی چی؟ توصیف و تفسیر داده ها اصلا به چه درد میخوره؟ وقتی که ما به توصیف و تفسیر اون داده هایی که در پژوهش به دست آوردیم میپردازیم، همین موضوع و همین گزاره نویسی باعث میشه که ما به درک و فهم بیشتری از مطالب برسیم. اگه بخوام ملموس‌تر براتون بگم، مثلا وقتی که شما یک مطلب درسی رو راجبش با یکی از دوستانتون صحبت میکنید، نه تنها برای اون توضیح دادین بلکه خودتون هم نسبت به اون مسئله درک بهتری پیدا میکنید و دید عمیق‌تری پیدا میکنید. آمار توصیفی هم همینه، یعنی هدفش از این توصیفات عمیق‌تر شدن روی اون داده ها و اطلاعاتی که به دست آوردید. اما یه سری ابزار آمار توصیفی در اختیار پژوهشگر قرار میده که همین ابزارها هستن که باعث میشن پژوهشگر بتونه به طبقه بندی و خلاصه برداری کردن داده ها بپردازه. خب خلاصه برداری کردن به چه کار پژوهشگر میاد؟ وقتی که ما بتونیم داده های مثلا بررسی اطلاعات 1000 نفر رو توی یک پژوهش به صورت خلاصه توی یک جدول و نمودار کوچیک بیاریم، همین باعث میشه زمان کمتری رو دفعه بعد پژوهشگر دیگه که میخواد راجع به این موضوع تحقیق کنه مصرف کنه و همینطور باعث میشه که ما هزینه کمتری رو مصرف کنیم. یعنی اینکه تصور کنید که یک شخصی بخواد راجع به روانشناسی شناختی یک تحقیقی رو انجام بده. خب اگه بخواد خودش شروع کنه، اطلاعات به صورتی باشن که پژوهشگر قبلی که راجع به همین موضوع تحقیق کرده از آمار توصیفی استفاده نکرده باشه، همینطوری هر چیزی که دلش خواسته باشه نوشته باشه، خب پژوهشگر جدید دوباره باید از صفر شروع کنه. ولی اگه پژوهشگر قبلی طوری که آمار توصیفی میگه اطلاعات رو ارائه داده باشه، پژوهشگر جدید میاد از ادامه کار قبلی شروع میکنه. همین باعث میشه که زمان پژوهش سیف بشه و برای پژوهش‌های بعدی سرعت عمل بالا بره. جدول که مثلا جدول فراوانی‌ها قطعاً توی دبیرستان باهاش آشنایی داشتید. نمودارها، یکی از این نمودارها رو اینجا به عنوان مثال آوردیم. این نمودارها رو قراره آینده با همدیگه راجبش بیشتر بخونیم. اما همین که نگاهش میکنیم میبینیم که اطلاعات زیادی رو در یک زمان در آن واحد داره به شخص بیننده میرسونه. الان توی این پژوهشگری که بررسی کرده اومده تیپ‌های شخصیتی رو توی یک نمودار دایره‌ای نشون داده که الان تیپ قالبی که داره نشون میده همون 31% هست، مدیر و جسور. خب این طرز توصیف با زمان کمتر خیلی به پژوهش‌های بعدی کمک میکنه. یه نمودارم آوردم اینجا که ببینین مثلا الان روی 100 نفر اینجا یه پژوهش انجام داده که از هر گروه سنی 25 نفر رو آورده. خب این 25 نفر رو اگه میخواست در مجموع هر 100 نفر رو اگه میخواست اطلاعاتشون رو روی برگه کاغذ بیاره و به پژوهشگر بعدی بده، پژوهشگر بعدی خیلی باید سختی میکشید، تازه باید از صفر شروع میکرد و همه این اطلاعات رو مجدد بررسی میکرد، داده هاشو تفسیر میکرد، تازه میومد از ادامه تحقیق جدید شروع میکرد. پس این دو تا نکته حائز اهمیت بود. یکی این که خلاصه میکنه، این خلاصه کردن خیلی به درد میخوره، و دومم که
در رابطه با جدول و نمودار، این جدول و نمودار هم درک و فهم داشتن، هم خلاصه و طبقه بندی. در کل اگه داده ها به هم ریخته باشن خیلی برای پژوهشگر سخت و دشواره اینی که بخواد از اونها مطلب یا برداشت کنه. اما همین که خلاصه و طبقه بندی بشن قابلیت حتی مقایسه کردن با هم دیگه پیدا میکنن. بنابراین همین به کمک پژوهشگر میاد و میتونه پژوهش خودش رو راحت‌تر و بهتر و با سرعت بیشتر در حینی که زمان کمتری رو مصرف میکنه به پیش ببره. اما آمار استنباطی چیه؟ مثل آمار توصیفی که از اسمش ما به معنی و مفهومش پی بردیم، اینجا هم آمار استنباطی ها از اسمش به مفهومش پی میبره. استنباط کردن کار اصلی آمار استنباطیه. میخواد استنباط کنه ویژگی‌های جامعه رو، ولی خب جامعه خیلی بزرگه. یعنی ممکنه مثلا ما همه جامعه ایران رو برای یه پژوهش بررسی کنیم. میلیون ها جمعیت هستن که ممکنه توی پژوهش ها بخوایم بررسیشون کنیم، ولی آیا ممکنه تک به تک اونا رو بررسی کنیم؟ نه. از روش نمونه گیری میایم استفاده میکنیم. بعد از اینکه اون نمونه رو انتخاب کردیم از جامعه، میایم پژوهش رو روی نمونه انجام میدیم. ویژگی های نمونه رو به جامعه ربط میدیم و ویژگی های جامعه رو از روی نمونه به این وسیله استنباط میکنیم. پس یک نکته مهمی که توی آمار استنباطی هست و ما باید خیلی بهش دقت کنیم تعمیم دادن. تعمیم دادن همینه. مثلا الان تصور کنید این جامعه A و جامعه B'ه و خب جامعه A اومده نمونهشو گرفته، نمونه A کوچیک شده. اینجا هم جامعه B نمونهشو گرفته، B کوچیک شده. بعد اینجا میاد ویژگی‌های نمونه A رو بررسی میکنه. این فلش برعکس فلش تعمیمه. یعنی بعد از اینکه پژوهش خودش رو انجام داد، مثلا نتیجه میگیره که بسته درمانی فلان روی نمونه A تأثیر مثبتی داده، تأثیر معناداری گذاشته. خب آیا این نتیجه قابل تعمیم هست به جامعه A؟ بله. چرا؟ چون نمونه رو از جامعه A گرفته. ولی آیا نتیجه پژوهشی که از جامعه A گرفته به جوامع دیگه قابل تعمیم هست؟ نه لزوما. مثلا اگه بسته درمانی که روی نمونه A اثر داد، نتیجه گرفتیم که روی جامعه A اثر خواهد داد، نمیتونیم همین نتیجه رو برای جامعه B بگیریم، برای جوامع دیگه بگیریم. این موضوعیه که توی نمونه گیری خیلی مهمه. یعنی حتی توی تعریف نمونه وقتی که میخواد عبارتش رو به کار ببره 2 تا نکته میاره. نکاتی که توی تعریف نمونه میاره، یکی زیر جامعه بودنه، یکی معرف جامعه بودنه. زیر جامعه بودن همون موضوعی که بهتون گفتم. یعنی اگه مثلا من A کوچیکو بررسی کرده باشم، نمیتونم ویژگی‌های اون رو به جوامع دیگه نسبت بدم. باید به همون جامعه‌ای که ازش اومده نسبت بدم. بنابراین این A کوچیک زیر جامعه A بزرگه. یکی از ویژگی‌های نمونه همین زیر جامعه بودن. ویژگی بعدی معرف جامعه بودن. برای معرف بودن یک نمونه یک سری ویژگی‌هایی هست که حین نمونه برداری توصیه شده اونا رو رعایت کنیم. اگه اونا رو رعایت کنیم نمونه‌ای خواهیم داشت که معرف اون جامعه است. یعنی اگر مثلا ما یک ویژگی خاص رو میخوایم توی جامعه بررسی کنیم، وقتی که نمونه گیری رو انجام میدیم این نمونه دقیقاً اون ویژگی رو به ما نشون میده. برای معرف جامعه بودن من یه مثال بزنم. وقتی که ما از یک کتاب 1000 صفحه‌ای میخوایم خلاصه برداری کنیم، این خلاصه برداریه اگه به نحو درستی باشه دقیقاً توی مثلا 20 صفحه نکات مهم اون 1000 صفحه اومده. بنابراین من بعد از خوندن این 20 صفحه میتونم بگم این کتاب 1000 صفحه‌ای میخواست چی رو برسونه. نمونه برداری حالتیه مثل خلاصه نوشتن. اگه ما به دلخواه هر قسمتی که دوست داشتیم از کتاب رو توی خلاصه نویسیمون استفاده کنیم، نمیتونیم بگیم که توی این 20 صفحه
تمام ویژگی‌های مهم این 1000 صفحه اومده. ولی اگه یه خلاصه‌ای رو طبق چارتی که مشخص شده و اون ویژگی‌های اصلی کتاب بنویسیم با بررسی این 20 صفحه میتونیم بگیم که این کتاب دقیقاً میخواست چه مفهومی رو برسونه. نمونه هم مثل همین کتابه. اگه ما یک جامعه 1000 نفری داشته باشیم و بعد بیایم یک نمونه 20 نفری از این جامعه انتخاب کنیم، اگه درست انتخاب کرده باشیم و بر اثر علایق شخصی یا مثلا محدودیت‌های محیطی که وجود داره این انتخاب انجام نشده باشه، سوگیری نداشته باشه، میتونیم اینو بگیم که این نمونه معرف جامعه است. یعنی رفتاری که این نمونه نشون میده مثل یک نماینده میمونه برای رفتار جامعه. خب تعریف نمونه ما 2 نکته رو گفتیم، اما تعریف جامعه یک نکته مهم داره، اینه که حداقل با یک ویژگی مشترک هستن. یعنی میتونن بیشتر از یک ویژگی مشترک هم توی جامعه داشته باشن. اما بعد از این که ما اومدیم نمونه رو از جامعه گرفتیم، یک سری بررسی هایی روش انجام میدیم و خب اطلاعات و داده هایی رو به دست میاریم. یه سری اندازه هایی به دست میاریم. اندازه هایی که ویژگی نمونه رو توصیف میکنن بهشون میگن آماره. حالا وقتی که میخوایم این آماره ها رو توی یک پژوهش به جامعه نسبت بدیم، باید تبدیل کنیم به اندازه هایی که ویژگی های جامعه رو توصیف میکنن. به این فرآیند گفتیم میگیم تعمیم دادن. یعنی اندازه هایی که ویژگی نمونه رو توصیف میکنن میخوایم تعمیم بدیم به جامعه به صورتی که اون اندازه ها ویژگی های جامعه رو توصیف کنن. به این اندازه ها میگن پارامتر. یه نتیجه مهمی که میتونیم از این بررسی بگیریم، آماره پارامتر را استنباط می‌کند یا آماره پارامتر را برآورد می‌کند. این نکته مهمیه که باید حتما به خاطرتون داشته باشید. و مورد آخر همین جلسه اینه که شما این جدول رو نگاه کنید و این علائمی که گفته شد به خاطرتون داشته باشید. پارامتر گفتیم مربوط به جامعه میشه و آماره مربوط به نمونه. یعنی اگه شما بخواید تعداد مشاهدات رو نشون بدین توی نمونه n کوچیک میذارین، ولی وقتی که میخواین تعداد مشاهدات رو توی جامعه نشون بدین n بزرگ میذارین. به همین ترتیب همه اینا رو به خاطرتون داشته باشین. موفق باشین. خدا نگهدار.